بله اکا. بله درست. قبول اکا جان قبول. هر چیزی که شما درخواست کردید موافق درخواست شما اجرا می شود. سلامت باشید. گاه از نزدیک اومده صحبت میکنیم. بله خانه ها را یک تماشا کرده میبینیم. خب سلامت باشید. اپا جان خوش رویم. لابای مالش خوب میشه. و علیکم و زیاد دقیقه بیست. و علیکم السلام. سازی تینجی سلامتی خوبه. اما شکر تینج. اما اپات سلامتیش نقضه رنگ کراله و زندگی را. گوش کن بگی ماشین تیز بشو. ما جا بخوری دارم رفتستم بجون. کلن؟ دختر در کجا میگردی؟ اشتر لو دهنم کاخشی تو چطوری کلینی؟ یک چای یا اوقات نمیاری گشتگی دوشم کن. باز میارم خاله جان همش تیاره. اس کرده به سلام از فکر کردی تویی. توبه کرده می برای تز بگی بیا کی را نگه داری؟ مالی خاله باز میارم. تز الو دختر جان؟ لبای اوچه جان؟ کجا شدی؟ قدیر کردی؟ اینا رسیدم قریب اومدم. قطعی همون کلنتی؟ واو خمه کلون نیستی خیاکم. چکارش میکنی پرسیده؟ بیا تز بیا یک چیزا خشو بجد کده. تز بیا. اینا اوچه جان اومدم رسیدم. مایل خوب. سلام اوچه جان اومدم. و علیکم و سلام اومدی بچه؟ سلام اوچه جان اومدم. خوش اومدی بچه. سوزی اوچه جان نزدیک. سوزی اوچه جان سلامتی سوزی. تینجی. ای زن زدیده اوچه. ایخش تو منم جواب گرفته نمیتونم جوابم نمیتونم. بیشوخی؟ یک از او جواب گرفتم کارو کردم همون دو مدت نمیمونه. دو مدت. اگه دومون نفهن کدی اومدی آخه دومودی خشکده اخته اوچه جان سازی دیگه شکرانه الله میشم کلمه چخیله سازم همه کلمه مرا نمیفورم میدونی کو خب چخته کسل میکنی اهمیت چنتی نغز میشه میره سرام از سپید کده چیکار میکنی؟ آخه من برای تو یک تحفه داشتم برای همه گفتم بیا چی باشه اوچه جان؟ اولی میشونن میتمالی بیست سند میکنی ده؟ آلیشون میتمالی بیست به طاقتی بعد میکنی اوچه جان چی به باشه؟ طاقت نشه یک تحفه زور رای آخی حکو بیارش اوچه جان اولی میارمش اولی بیشی اولی جا خود بخریم بعد کلن کنی؟ لبای خاله بیا سلام چی نغمه با ساعت سه شده اوچه ما گشنه تشنه اومدن نیم ساعت شید نه چای موردی نه اوقات مایل ما او چه من گو نمیکنی وظیفت تای کار تای ای ساعتی سه شیده کمپیری بیچاره گشنه تشنه بشینه بخشش اپا گیرین ای با بخشش میپرسه بو دختر جان به طاقتی بچه دی ها؟ این نمیدونم چه اوقات چیه؟ میدونی ای دوبای نمال آوردن بچه نمال گرفتم اونم تایپ پچره بی اوچه جون بی که جومدی اوچه جون ای نیست نیست اوچه جون اوی نی نیست بینک اما کلن دزیده کلن ای دوبای آورده بودن بکنه که مد آورده این جور تگه همه یک چی ردم تایپ پچه مونده بودم ندیده دیگه ده چرا خاله جان ندیدم؟ ندیده ای؟ همه نمال با همه اکای مویچکتا برزن اکای مویچکتا نبوده باشی خاله جان مرا این خیلی فکر نکنه ما اگر به پدر و مادرم کلان شده باشم من خیلی عادت جزئی ندارم خاله جان ای ملوی خلاق ای مار زنب تا بگی ولدرست نکن ما ترا نمیدونم تو قلب مسته اومدنی مرا فهمیدی نمولا دارا گرفتی برا
دادری جان از دوریت من سوختمه هر کس بیاید اول تر میپرسمه کوههای بلند باشد و رگهای درشت چند سال جداگی های دادر مرا کشت کوههای بلند باشد و رگهای درشت چند سال جداگی های دادر مرا کشت قسمتی تلخم ای خدا دادر شد از اپا جدا خیشو تبار بگان نشید توکلیمو بر خدا قسمتی تلخم ای خدا دادر شد از اپا جدا خیشو تبار بگان نشید توکلیمو بر خدا کفترکی سفیدکی پرکندن اوچم کی گذشت در لب ندارم خندن غم خانه شیدای این تغکی دالانمه در حولی به اوچم سرگردانمه غم خانه شیدای این تحکی دالانمه در حولی به آچم سرگردانمه اپا غمی مرا نخور فکر این دنیا را نکن ما بچهی به آچره جگر مسد پاره نکن اپا غمی مرا نخور فکر این دنیا را نکن ما بچهی به آچره جگر مسد پاره نکن اوچه جان امشب تو را خواب دیدم یادت کردم اوچه یادت کردم اوچه جان به سری قبرت آمدم خدایا مادرم را رحمت کن قبرش را پر نور ساز نازنین خودم را بر تو می سپارم ولی اوچه و همیشه در یادی من در قلبی من با یادی لبخند میمانی اوچه یادت کردم اوچه کبوتری تاری هوا دلگیر شدم دادر خبر گیریم بیا ای خسروی جان بیا بشین در پیشکون ای خانه به آچم من تلخ کفون
ای خسروی جان بیا بشین در پیشت خون ای خانه بی آچم تلخ کفون قسمتی تلخم ای خدا دادر شد از اپا جدا خیشو تبار بگانه شید توکلیمو بر خدا قسمتی تلخم ای خدا دادر شد از اپا جدا خیشو تبار بگانه شید توکلیمو بر خدا این دشتی کلان در سر نداره سایه مهری تره نداره اما بو خاله ای پای جان و تقدیرم تن دادمه به آچه بودن ما قیبت فهمیدمه ای پای جان و تقدیرم تن دادمه به آچه بودن ما قیبت فهمیدمه آچم غمای دنیا را دید درد و علم هاش کشید عمره که بربادمه عذابک های ما را ندید آچم غمای دنیا را دید درد و علم هاش کشید عمره که بربادمه عذابک های ما را ندید خسرو جان فشار خون نه خوشبختانه شکر خدا که تشخیص ها هم خوب برآمدن نقص انا یک چیزی دیگر یک مشکلات دیگر همین است که ما باید شما را جراحی کنیم. نه دکتر جان این نمیشود. چرا؟ آخر من اینقدر مبلغ زیاد ندارم که جراحی کنم. خسرو جان تو جاویدان را میشناختی؟ از شما پرسیدنی بودم جاویدان کجاست؟ من چند وقت شد نمیبینم. جاویدان خوشبختانه صحت شد و او را ما جواب دادیم به خانه‌اش رفتن به نزد عائله و جاویدان پیش از رفتنش مرا به یک کار وابست کرد و یک چیز را گفت که من باید به تو برسونم. تینجی است دکتر؟ بله تینجی است. خوشبختانه همین است که مبلغی که برای جراحی شما صرف می شود جاویدان قریب 2 میلیون سومانی خرج کرد. فهمو برای جراحی شما به خاطر دوست بودنتان وای فهمید که در کدام سطح شما زندگانی دارید و یک چیز دیگر رو گفتن نماند که خسرو جان خوش جراحی انشاءالله که نغز میگذارد و بعد جراحی شما صاحب وظیفه میشوید. نه بله جاویدان یک شرکت خانه‌سازی را حجت‌هایش را آورده به من داد فقط در آنجا امضای شما در کار است و شما دیرکتوری خانه‌سازی میشوید. این داد خدا است. خدا را باید شکر گویی. دکتر جان باور نمیکنم. این باور کردنی است. راستی بر پدر و مادر جاویدان هزار رحمت کنم که مرا دستگیری کرد. خوش گوش کن. بعدی که جراحی را کردیم تو صحت کشیدی حتما رفته جاویدان رو میبینی و با او سلامی مرا میرسانی و منتداری خود را با او بیان کن از نام من. حتما دکتر جان حتما. من خدا را شکر میگم و احسن و آفرین میگم با انا همین خیلی جوانای دست بخیر که امروز دستیار یار و برادر و مردم مسلمان هستند. سربلند باشید. شفای کامل. دکتر جان با شما رحمت که کمکی اولین خود را به ما رساندید. حاضر من حجت رو میارم تو امضا میکنم. خوش مالش. زندگی گاهی زین سوار و گاهی زین بپوش گاهی گریان و گاهی خندان گاهی سیر و گاهی گوشنه این همه‌اش گذشت. من همین خیلی دوستم ظفر جان اگر خدا خواهد
در یک لحظه شاه را گدا میکند و گدا را باشد شاه. خوش کارهای خودت چه خیلی؟ یا برای شما مرحمت کود در روید. السلام علیکم. خسرو؟ بله خسرو. ظفر جان دوستم پناهت به خدا. رو خوب دم گیر از سحر میبینیم. خب ما رو تنها گذار. خب مالش خوب. یزنه. السلام علیکم. علیکم سلام. مرحمت گذاشته شنید. گذارید. خوش یزنه. چی خدمت؟ چه خیلی دیدی ما بعد از جدا شدن اپر با بیماری زدم، خونه و در پول و مال همه رفت، قرضدار شدم. خسرو جان مادرم از بیپولی و از بیخانگی بوده به یتیم خانه مونده. خواهرم کسلی روحی شد. من در به در بیخانه و در اگر علاجش باشد. از روی اعلان شما شنیدیم که با شما شد. شما گفتنی هستید که من با شما جای کار دارم. خوش کسب چیلانگری را شما میتونید؟ بله میتونم. میتونم که باشد با ما یک چیلانگر بازیم. خوش یزنه زیغ نشوید. یک فکر کرده میبروید. سلامت باشید. میلش خوب. خب زندگی این روزها رو هم دیدیم. خیر توکلش به خدا.